خیلی آدم خوبی هستی، جدی میگم، یعنی اصلا این کاملا واضحه. ولی نمیدونم حالا این فوتبال ما آدم این مدلی میپذیره، آدم این مدلی توی این فوتبال میتونه موفق باشه؟ اینو نمیدونم، این یه سواله. اینکه شما اولین، شاید بینندگانم بدونن، جالبه، اول که نشستید اونجا قبل اینکه در واقع 3 2 1 بیایم تو، گفتید که من فردا صبح تمرین دارم. این برای من خیلی جالبه، در حالی که من میدونم الان همه اعضای هیئت مدیرتون دارن جاهای مختلف صحبت میکنن. اینا فرق، این انگار دو تا دنیای مختلفه. اذیت نیستید توی این دنیای اینوری؟ ببینید بازم دارم بهتون میگم فوتبال همه جای دنیا سخته. داشتم یه مصاحبه میخوندم، اگه اشتباه نکنم مربی لیورپول بود که میگفت مربیگری همش چالشه. اگه اشتباه نکنم مربی لیورپول بود. فوتبال به نتایج بستگی داره. طبیعتا تو فوتبالم مربی و کادر فنی به خصوص مربی بیشتر جوابگوه و مسئولیت داره و من از این موضوع ناراحت نیستم. من تلاشم میکنم و تمرکزم رو حفظ میکنم و بازم دارم بهتون میگم من تا زمانی که کارم رو با وجدان انجام بدم ناراحتی ندارم.